فردین هستم، البته امینشون. ما اینجاییم که هیچ کس تو این فضای ریدبال دروغ نبنده به شکمتون. ما اینجاییم تا دهنشون رو بساییم. شاخ مجازی اینجا شاخشو خورد میکنیم تو آستینش. ما رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید تا این بریز به پارشای مجازی رو از دست ندید. بریم که داشته باشیم. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. این 13مین قسمت از افشاگری ما در خصوص ارتباط و دوستی های افراد معروف و مشهور با همدیگه هستش و اصلا ریل زدن سلبریتی ها با همدیگه و دعا و راز و نیاز و ارتباطات پشت پرده و چیزهای مختلفی که با همدیگه دارن. البته یک کوچولو راجع به فساد در حوزه هنر، سینما، موسیقی و جای مختلف هم در این سریال افشاگری ریل زدن سلبریتی ها خواهیم گفت. این 13مین قسمت از افشاگری ما خواهد بود. در قسمت 13 خیلی من برام کامنت اومده بود و پیام اومد که راجع به احسان علیخانی بگو، که امروز میخوایم راجع به آخرین برنامه‌ای که ایشون تولید کرده بودن عصر جدید افشاگری بکنیم و ببینید چه فسادی در پشت پرده برنامه عصر جدید بوده. همچنین راجع به گلزار بهتون خواهم گفت. البته گلزار دیگه گفتن نداره، همه شما بهتر از من میدونید که ماجرای پشت پرده ایشون چی هستش، اما حالا یه مقداری راجع بهشون صحبت میکنیم. اما چیزی که مشخص هستش برنامه عصر جدیدی که تونسته بود انواع اقسام جایزه ها رو درو بکنه. حالا من میخونم از روی مانیتور که بهترین برنامه تحویل سال صدا و سیما شناخته شد سال 1400. سال 98 بهترین برنامه تحویل سال از نگاه مردم بود. دوباره بهترین برنامه تحویل سال تو همون سال بود تو بخش سینمایی. بهترین برنامه بهار تلویزیون بود و تونسته بود هرچی جایزه است توی تلویزیون درو بکنه. برنامه‌ای که بسیار پربیننده هستش، بهترین و محبوب ترین ویژه برنامه بوده، بهترین برنامه تلویزیونی زمستونی بوده، بهترین برنامه از نگاه مردم بوده، بهترین برنامه نوروزی بوده. خلاصه هر چیزی که شما فکر کنید این برنامه تونسته درو بکنه. اما در پشت پرده این برنامه چه اتفاقاتی افتاده اونش جالب هستش که امروز به شما حالا یک کوتاه اشاره خواهم کرد، نه زیاد که حوصلتون سر بره. اما قبل از اینکه راجع به احسان علیخانی و این برنامه و گلزار و سایر برای بچ بگیم، یه لطف بکنید اگر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید، مثل قرمز رنگ این پایین هست نوشته سابسکرایب، اگر هم گوشیتون فارسی هستش روی مشترک شدن بزنید، زنگوله رو هم بزنید که اگر ویدیوهای جدید منتشر شد بلافاصله ببینید. بریم یه وله ببینیم، بیایم شروع کنیم قسمت 13. بچه‌ها با یک قسمت دیگه اومدیم. تویی که بی‌خاصیتی، تا دست بی‌هنری، تویی که فقط کبوده ریدن تو استوری کنی، تویی که دزدی میکنی از این رو اون ککت هم نمیگزه، تویی که بوی چست کف اینستاست تو دماغمون بیرون نمیره. این نویدو بهت میدم که میخوام تا دسته بسایمت. شما هم که کنجکاوید که بدونی چطوری میخوام این سایش رو به ثمر برسونم، ما رو سابسکرایب کنید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. Please subscribe us. بله، امیدوارم که کانال پشت پرده رو سابسکرایب کرده باشید. خب شروع میکنیم قسمت 13 افشاگری ما در خصوص اتفاقات پشت پرده رو. میدونید که برنامه عصر جدید در تلویزیون ایران بسیار پرخرج، پرهزینه و پر رانت و لابی بوده، چرا که این برنامه از یک برنامه پلتفرم اینترنتی کپی برداری شده بوده و خیلی از شرکت کنندهایی که تو اون پلتفرم اینترنتی بوده و جالبه که اون برنامه رو بهش مجوز ندادن، گفتن امام و انقلاب اسلام به خطر میفته و بعد از اون طرح رو دزدیدن دادن به عوامل عصر جدید که بسازنش. احسان علیخانی که در این برنامه هم کارگردان، هم سازنده است، هم مجریه، به همراه ایمان قیاسی که مجری دوم هستش و 4 تا داور بودن: امین حیایی، سید بشیر حسینی، رویا نونه‌آلی و آریا عظیمی نژاد که آهنگساز این برنامه هم آریا عظیمی نژاد بود. هزینه‌اش هم خب قطعا خیلی شما میدونید که عجیب غریب بود. اما یه سری افراد هم پشت پرده بودن مثل عباس اختری که کارگردان دوم بود در این برنامه و به حال زمانهایی که احسان علیخانی داره اجرا میکنه ایشون بحث کارگردانی داره و همینطور آقای مصطفی اشناکام شریفی. جالبه بدونید که این آقای عباس اختری محسن نجفی هم شد که توی این اصطلاحاً برنامه نقش عوامل اجرایی داشت. خب شروع بکنیم افشاگری ببینید که چی به چی. عباس اختری که
به اصطلاح کارگردان برنامه عصر جدید بود در پشت پرده. پسرعموی آیت الله اختریه که کاندیدای مجلس خبرگان بوده، پس یه آدم کلفت در پشت پرده پیدا شد که ایشون پسرعموش. و هر کی با این عباس اختری دوست میشد و رل میزد یا اصطلاحاً رابطه برقرار میرفت توی راز و نیاز و دعا و کمیل و چیزهای مختلف، راحت خیلی شیک و مجلسی به صورت خودجوش میتونست بره مرحله بعدی. یعنی استعداداشو بیشتر میدیدن و استعداداش بیشتر شکوفا میشد، که نشون به اون نشون که فاطمه عبادی که توی اجرای شن و اینا بود، توی بعضی از قسمت‌ها شن میری خود زمین، اصلا یک کثافتکاری وضعی میشد که ایشون اومد توی کارگردانی هنری کات زد اون قسمت رو اجرای خیلی شیک و مجلسی کرد، اونو پخش کردن و از دید بیننده شد چه اجرای بی‌نظیری و رأی آورد اول شد. یه سوراخ پیدا شد که ایشون چجوری اول شده بود. و همینطور ناهید حساکره رو برداشت برد بازیگر کرد و بردش تو دفتر کامرانی راز و نیاز نشونش داد که یکی از شرکت کننده ها بود. تو فصل دوم هم با فریبا فرجی پور یه سری صحبت ها کردن و راز و نیازها که نشون به اون نشون توی دفتر کامرانی پشت کوه نور طبقه اول بغل ست تدوین، یعنی اتاقای ست تدوین، یه دونه اتاق بود که اونجا میبرد دوستان رو بهشون راز و نیاز نشون میداد. تا اینقدر دیتیل دادم کرکوپر همه بریزه. و از اون طرف محسن نجفی باباش یکی از مدیران صدا و سیما، محسن نجفی که تو برنامه عصر جدید هست. مصطفی شریفی هم که از آقازاده هاست، قربونش برم و اینا دور هم دیگه. سعید فتی روشن که به عنوان منتالیست و شعبده باز اصلا بود، کاملا از قبل با کارگردان بسته بود، با عوامل اجرایی بسته بود و کارهاش با تدوین و ادیت بود و هر شعبده بازی که در عصر جدید می اومد ایشون زیرابشو میزد و فیلش میکرد. حتی تو فصل دوم شده بود یکی از افرادی که تعیین میکرد که کدوم شعبده باز بیاد بالا کدوم شعبده باز نیاد بالا و اصطلاحاً خودش رو فقط نشون میدادی، آدم عشق دوربینی که وضعش هم مشخص هستش. که این سعید فتی روشن با خانم شکوفه عزیزی عروسک گردانی که اونجا بود رل زده بود و هنوزم باش در ارتباطه. محمد زاره که توی برنامه عصر جدید تو فصل اول اگر اشتباه نکنم دوم شد، کلی اومد مسابقه کرد، گفتن تو کیوسک میخوابه، شرط مالی بدی داره، یکی از این مولتی میلیاردرهای تهران تو شرق غرب هم زندگی میکنه و انقدرم پول تو فضای مجازی خرج کرد که وایرال بشه که کرکوپر همه ریخته بود و کلی هم پول به نوچه‌های آقای علی خانی داد که توی اجرای پرتاب چاقو رو پرتاب میکنه و میخوره تو دست همکارش و دستیارش که این سوتی رو کات میکنن که اجراش تر و تمیز نشون داده بشه و بتونه رأی بگیره. و اون آدمایی که اونجا با عنوان تشریفات میارن، یه سری خانوم‌ها و عکاس‌ها هم که دیگه نگم براتون میارن که کارا رو انجام بدن. ایمان قیاسی هم باحاله به عنوان مجری دوم که یکی از کسایی بود که طرح اومد دزدید و آورد داد به علی خانی که الان هم شده سرپرست نویسندگان. واجب متعال هم هست و میگه حالا زنش هم شویرشه، بچه داره و اینا. زنه پدر زنش یه دونه شیرینی فروشی داره به اسم سلدوش اگر اشتباه نکنم که از زمان معاصر اسپانسر کارهای علی خانی بود که به خاطر اسپانسری همین ایمان قیاسی راننده احسان علی خانی بود که بعد میاره مجریش میکنه، حالا هم کردتش سرپرست نویسندگان و الان هم داداشش و پسرعموش رو آورده توی برنامه عصر جدید که دور هم دیگه باشن و بتونن یه حرکتی بزنن. نشون به اون نشون که احسان علی خانی یه دونه لنکروز مشکی داشت، این زنش حسادت کرده بود میخواست برای ایمان قیاسی یه دونه لنکروز مشکی بخره، چشم هم چشمی که ایمان قیاسی گفت بود که نه ولش کن نمیخواد و اینا. و یه عکس هم اومد بیرون، حالا برای نمونه میخوام به شما بگم، مثلا سالار میرکرمی و مصطفی احمدی و خیلی دیگه از این برای بچه عصر جدید که چجوری دور هم دیگه بودن. این شد داستان ماجرای عصر جدید و صحبت اینه که احسان علی خانی که حالا منم حالا شنیدم که آدم مثبتیه فلان اینا، حالا راجبش کامل پشت پرده صحبت میکنیم. شما این فسادا رو دیدی، این روابط رو دیدی، سکوت کردی به عنوان تهیه کننده و کارگردان. ما اینکه 5000 کیلومتر اونورتریم اینا رو فهمیدیم، شما نفهمیدی؟ اینکه هر کسی با هر کسی راز و نیاز بکنه میاد بالا، هر کسی با هر کسی راز و نیاز بکنه تو تدوین کات میشه، شما ندیدی؟ خودت اونجا داشتی لایو میدیدی، چرا اینا کات شده؟
چرا سوتیای بعضیا پخش شده سوتیای بعضیا پخش نشده؟ چون ارتباط داشتن، چون خوبتر میتونستن بدن. اگه آدم خوبه ای بعد اینا رو هم بیای بگی. نمیدونم دیگه، خودتون بهتر میدونید. سید مصطفی جوادی یکی از مجریای شبکه قرآن بوده که اجرا هم میکرده تو این شبکه. بریم یه تیکه از اجراهاشو ببینیم. بی منتم و جز تو خریدار ندارم، بی منتم و جز تو خریدار ندارم، گیرم نخرندم به کسی کار ندارم. جالبه که ایشونی که قاری بوده یهو ول میکنه میره سوئد، زنش هم طلاق میده میشه خواننده. یعنی ایشون از این به این تبدیل میشه. حالا چه فعل و انفعالاتی صورت میگیره که ایشون از این به این تبدیل میشه من نمیدونم. و ماشاءالله من خیلی از خواننده‌هایی که بسیار خوش صدا هستن یا خواننده‌ای که بسیار تو کارشون موفقن یا خواننده‌ای که خیلی بین معروف و محبوبن یا مداح بودن یا قاری قرآن. مثلا من میتونم دو تاشون رو مثال بزنم براتون. یکی محسن ابراهیم زاده که اصلا قاری قرآن بوده، یکی هم مصطفی پاشایی، مرتضی پاشایی، مصطفی که برادرشه، مرتضی پاشایی، یکی هم محسن لرستانی. این سه تا رو حداقل من میتونم بگم که کسایی بودن که مداح بودن و حتی قاری قرآن بودن. حالا چه اتفاقاتی میفته نمیدونم. در خصوص کتایون ریاحی هم خیلی از دوستان سوال پرسیده بودن که من قبلا توی قسمت قبلی راجبشون صحبت کردم. خواهشاً وقتی بخواید ببینید ویدیو رو برید ویدیوهای قبلی رو ببینید که ماجرا از چه قرار بوده که با حسن فتحی بوده. حسن فتحی اصلا نگم براتون، یعنی یه پرونده پروپیمونی داره با خیلیا بوده. سارا بهرامی هم با حامد کمیلی بسیار راز و نیاز میکنه و ارتباط داره. در خصوص گلزار، حالا بذار ببینم شخص دیگه هم هست بگم، ملیکا شریفینیان این ورنوشته بودم یادم رفت بیارم. دوست پسرش آقای عدنانه، حالا فامیلیش بماند، که تو گوهردشت خیلی پول مول زیاد داره و حالا با پولدارا میگردن که هرچی رستوران و مغازه و برند 8 ستاره هستش به اسم این عدنان است توی گوهردشت کرج که باشون در ارتباط. در خصوص امیرحسین آرمان یا امیرحسین بیتگلی هم شنیدم نامزد کرده جدیدن. البته اینا ماشاءالله تن نمیدن به رابطه، که یعنی نامزد هستن یه مدت کارشون که راه میفته خرج میکنه براش طرف، حالا یا شوگر ددی یا شوگر مامی چیزی هستش خرج میکنه، بعدش هم سیکشو میکشن میگن به سلامت. یه جدیدن حلقه میندازه وقتی خانم پیشش میره حلقه رو در میاره کارهای دیگه میکنه. راجع به فیلم‌ها هم بگم، پلتفرم فیلمو که سالانه به بعضی از رسانه‌ها 50 میلیون 100 میلیون تومان پول میده که از آثاری که تولید میکنن تعریف بکنن، از یه سری از بازیگرا افرادی که هستن تعریف بکنن که راجع به پلتفرم فیلم‌ها هم صحبت بسیار. در خصوص محمد رضا گلزار هم که بین تهران و دبی مدام در رفت و آمد هستش، یکی دو تا از دوستای صمیمی من دوستای صمیمیشون هستش و میگن که جدیدن از نزدیک دیدیمش اصلا صورتش اصلا ترکیده، اینقدر این آدم مواد میزنه و این آرت سفیدا و اینا میزنه، اصلا قیافه میافه داغون شده و امیدوارم که حالا یه تجدید تفکری توی روابط خودش بکنه و عکس‌ها ایناش هم که میدونید دیگه با فیلتر و چیزهای مختلفی اصلا گفتن نداره. میگن که با یکی از فن پیجاش در ارتباط بوده، آخر شهریور 99 تو هتل حاملش کرده و کلی اصطلاحاً تهدید کرده بود که اون بچه‌شو بندازه. یه مدت هم خب قطعا شنیدید دیگه ترلان پروانه باش بوده و گفتن ترلان پروانه هم حامله شده بوده و بچه‌شو انداخته بوده. حتی موقعی که کرونا گرفته بوده گلزار یه دختری به اسم آیسان اگر اشتباه نکنم باش تو اتاق بوده که محرمش بوده و میگفتن که زنشه و عقد کرده بودتش. حالا یه دم میگن نه حالا صیغش بوده یا دوست دخترش بوده، اما خب به عنوان محرم اون چند روزی که گلزار توی بیمارستان بستری بود این دوست دخترش هم باهاش بود. میگن دختری که شهریور 99 باهاش بوده و باردارش کرده یه دختر 18 ساله بوده که خونه‌شون هم تو فرشته است و اسمش هم نرگس بوده، اون چیزی که من شنیدم.
بهتونم قبلا گفتم بیشتر دنبال آدم‌های کم سن و سال و سن پایین و کلا سن پایین حال میکنه. یه دونه خونه داره توی نیاوران ولنجک که طبقه بالاش کارا راز و نیاز رو انجام میده و حتی دخترها که میخوان برن تو خونهش بهشون میگه شورت قرمز بپوشید و اگر دم در بهتون گفتم برای چی اینجا اومدید بگید برای نظافت داریم میریم بالا. که لابی من هم یه پیرمرد خیلی عجیب غریبی بوده که گندش بالا میاد و دیگه هم اون حرکاتو نمیزنه. تو پارکینگ همون ساختمون هم 6 تا ماشین داره و به همه هم ماشاءالله وعده ازدواج میده و همیشه هم گفتم وقتی شما از سلبریتی ها برای خودتون بوت میسازید و از این افرادی آدم نجیب و شیک و با کلاس لکچره یا پولار میسازید تکلیف همین میشه و طرف با وعده و وعیدهایی که به شما میده چون شما اصطلاحاً کراش دارید روی اون آدم هر چی بگه قبول میکنید، حتی تن به رابطه جنسی میدید، حتی حاضر میشید که اصطلاحاً یه سری حرکات بکنید و از شدت دوست داشتنتون باعث میشید یه سری رفتاری انجام بدید که حتی در شأن خودتون و خانواده‌تون هم نیست و این اتفاق میفته و با این وعده وعیدهای ازدواج رو میگیریمتون و عاشقتون از این صحبت‌ها کارهای اداری خودشون رو میبرن انجام. در صورت این اطلاعاتی بود که در خصوص این افراد داشتیم و برنامه عصر جدید و آقای گلزای سایر افراد و مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون.